فکر میکنید که میزان فاسد بودن یه پلیس تا چه حد میتونه زیاد باشه؟ میزانش رو تو این ویدیو، حد لول آخر ماکسیمومش رو تو این ویدیو میفهمیم که چقدر میتونه فاسد باشه. تو این ویدیو برمیگردیم به 20 سال قبل و داستان کشتن یه پسر 23 ساله رو توی دانشگاه میزوری تعریف میکنیم. تو سال 2004 اتفاق افتاده. دانشگاه میزوری تو شهر کلمبیا است. کلمبیا هم توی یکی از ایالت‌های میزوری هستش. و این دانشگاه توی کلمبیا و توی ایالت میزوری که اسم خود دانشگاه هم میزوری هستش، یکی از معتبرترین و بزرگترین دانشگاه‌های اون کشوره. بیش از 30,000 تا دانشجو داره و کل مردم آمریکا میان اون دانشگاه که تحصیل بکنن. حالا میایم تو همون شب حادثه که این اتفاق وحشتناک افتاده. تو ساعت‌های اولیه 5 ژوئن سال 2004 دانشجوهای دانشگاه میزوری هر هفته برنامه داشتن که برن مهمونی بگیرن خونه یکی و الان هم شده بود آخر هفته و می‌خواستن برن خونه یکی دانشجوها با هم دیگه مهمونی بگیرن. شب جمعه بود و رفتن مهمونیشون رو گرفتن و بعدم برگشتن خوابگاهشون. تو شهر کلمبیا دانشجوهایی که تو اون منطقه درس می‌خوندن، اون منطقه یعنی کل اصلا شهر کلمبیا هم از نظر امنیت و اینا بیسته و خیلی به ندرت یه جرمی چیزی داخلش اتفاق میفته. معمولا مردم سر اینکه با همسایه‌هاشون مشکل دارن و با هم دعواشون شده به پلیس زنگ میزنن. ببینید که چقدر ابتدایی میزان جرم و چیزایی که توی کلمبیا اتفاق میفته. خلاصه که 3-4 نصف شب اون دانشجوها مهمونی رو ترک کردن و به خوابگاهشون برگشتن. ولی همشون نگشتن. صبح میشه و ساکنین دانشگاه میزوری بلند میشن و به کارهای روزمره خودشون برسن. یه سری از بچه‌ها که تو اون مهمونی بودن و اونجا خوابشون برده بود، صبح شده بود دیگه، حالا میخواستن برگردن بیان به خوابگاه. تو راه یه چیز خیلی عجیب غریب میبینن و بین 2 تا ساختمون آپارتمانی یه شخصی رو میبینن که روی زمین چمن افتاده. وقتی که این نزدیک و نزدیکتر به اون شخص میشن میبینن که این شخص بیهوش نشده و بلکه به خاطر خون خیلی زیادی که ازش ریخته شده به رون چمن میان احتمال میدن که این کشته شده. دانشجوها سریع میرن بالا سر اون شخص و میبینن که بدنش سرد و کلی هم ازش خون اومده. سریع با پلیس تماس میگیرن. پلیسا میان اینجا احتمال میدن که این یه حادثه غمگین تصادفی بوده، یعنی اینکه بین 2 تا ساختمون مرده بود دیگه، بین 2 تا ساختمون افتاده بود. میان احتمال میدن که این مس بوده، خواسته بره بالای اون ساختمون و از اون ساختمون بپره بالای اون ساختمون دیگری و تو حالت مستی بوده و نتونسته این کارو کنه و از این مابین که خواسته بپره پرت شده پایین و مرده. و بعد که جسدش رو دقیق تر بررسی میکنن نمیدن که نه، این یه حادثه تصادفی نبوده. جسد متعلق به یه پسر 20 ساله بود که فقط یه شورت آبی رنگ پاش بود و نه هیچ چیز دیگه ای. لخت بود اونجا. بدنش غرق خون بود و منشأ همه این خونا برمیگشت به گردنش. وقتی که میان آثار خون رو از رو بدنش پاک میکنن متوجه یه بریدگی عمیق میشن روی گردنش. بریدگی که به قدری عمیق بود از اینجا که بهش چاقو زده بودن به اینجاش رسیده بود و نوک اون چاقو حتی به ستون فقراتش هم رسیده بود و به نخاعش هم آسیب زده بود. تو همون ساعت اولیه با پرسجو از اون دانشجوهایی که اونجا بودن میفهمن که این شخص یه شخص 23 ساله به نام جسی ولنسیا هستش. جسی تو دانشگاه میزوری دانشجو بود و توی رشته حقوق تحصیل میکرد. زندگی خوبی داشت، اجتماعی بود، دایره دوستی خیلی بزرگی داشت و تو کلاساش هم یه عملکرد خیلی عالی داشت. اون منشی یه هتل هم بود که از اونجا هم یه سری پول ناچیز به دست می آورد. جسی ولنسیا به طور علنی همجنسگرا بود. یه چهره زیبا داشت، خوش اخلاق بود و هیچ وقت هم برای اینکه بره یه شریک جنسی برای خودش پیدا بکنه هیچ به مشکل نمیخورد. یعنی اینکه برای یه پارتنر گی دیگه مثل خودش پیدا بکنه هیچ مشکلی نداشت و به راحتی پیدا میکرد. این پسر تو 22 فوریه سال 1981 تو ایالت کنتاکی توی شهر دانویل به دنیا میاد. اسم مادر جسی لیندا بود و وقتی که جسی خیلی کوچولو بود این مادرش به یه شخصی به نام لوپ ولنسیا آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. لوپ ولنسیا حالا که شده بود پدر ناتنی جسی اونو به فرزندخوندگی خودش قبول میکنه و لوپ ولنسیا و لیندا صاحب 2 تا دختر دیگه هم میشن و این آقای لوپ ولنسیا هیچ فرقی بین 2 تا بچه اصلیش با جسی نمیذاره. اعضای خانواده از هم حمایت میکردن، با هم خوب بودن و نمونه بارزی یه خانواده خیلی خوشحال بودن. جسی اینطور شخصیتی بود که هیچ چیزی رو از پدر مادرش مخفی نمیکرد و خواهرای خودش هم خیلی دوست داشت. لوپ یعنی پدر خانواده عاشق حیوانات بود و حتی یه عالمه اسب داشت. جسی هم به واسطه پدر ناتنیش لوپ به حیوانات کلی علاقه‌مند شده بود و اکثر اوقات همراه با پدرش مشغول اسب‌سواری بودش. طبق گفته‌های خانواده جسی
اون یه فرد خیلی پرشور بود و زندگی خودش رو خیلی دوست داشت. همیشه مشتاق یاد گرفتن چیزهای جدید بود و وقتی که یکی از عزیزانش نیاز به کمک داشت، جسی سریع میرفت و به اون کمک میکرد. حالا تو سال 2004 شده بود یه دانشجوی رشته حقوق و میخواست رشته‌ش رو ادامه بده و مدرکش هم بگیره. و حالا میرسیم به اون شب غم انگیز که ببینیم چه بر سر جسی ولنسیا اومد. جسی تو غروب 4 ژوئن سال 2004 توی هتل شیفت داشت. یادتونه که گفتم توی هتل منشی بودش. وقتی که کارش تمام میشه از همونجا مستقیما میره به همون مهمونی دانشجویی. میره اونجا همراه با دوستاش الکل مینوشن. بررسی تلفن همراه جسی ولنسیا نشون میداد که تو اون شب با یه سری افراد تماس تلفنی داشته و یکی از اون افراد اد مک دیوید بوده. جسی ساعت 3:13 بامداد به اد زنگ زده بود و تماس تلفنیشون 2 دقیقه و 40 ثانیه طول کشیده بود. پلیسا هم همون اول کار میرن سراغ اد و ازش بازجویی میکنن. این پسر تایید میکنه که با جسی چند بار رابطه جنسی داشتن و آخرین باری هم که جسی رو دیده بودش 2 شب قبل از قتلش بود. اد میگه اون شبی که ولنسیا به قتل رسیده شد من همراه با هم اتاقیم تو خوابگاه خواب بودم که از هم اتاقیش هم که میپرسن حرف اد رو تایید میکنه. تو همین حینم پزشک قانونی که داشت روی جسد جسی ولنسیا تحقیق میکرد میگه که یه چند دقیقه قبل از طلوع خورشید جسی به قتل رسیده و محل قتل هم دقیقاً بین همون 2 ساختمون بوده و از یه چاقوی دنده‌دار و تیز برای قتل استفاده شده. نکته بسیار عجیب و جالب این بود که هیچ دفاعی بر اثر اینکه بخواد از خودش دفاع کنه و نمیره از طرف جسی وجود نداشت. چون اومده بودن مثلا انگشتاشو دستاشو بررسی کرده بودن، دیده بودن هیچ جای چاقو و چنگ انداختن و اینا هیچ وجود نداره که اینا هم توی تحقیقات پلیسا نشون میده که از خودش دفاعی نکرده و انگار این همونطور ایستاده بود که طرف یا چاقو بزنه تو گردنش و تا استخون فقراتش هم بره. خوابگاه جسی تقریبا 1 بلوک با جایی که به قتل رسیده شده بود فاصله داشت. وقتی که نیروهای پلیس با آپارتمان این پسر رسیدن دیدن که در آپارتمانش بازه ولی هیچ نشونه‌ای از ورود اجباری یا دزدی از اون دری که باز شده بود نبود. پلیسا تو خونه رو میگردن و زیر انبوی از لباس کثیف و اینه که مال جسی بود اونجا افتاده بود یه کاندوم استفاده شده رو پیدا میکنن که بعداً نتایج آزمایش نشون میده اون دی ان ای داخل کاندوم متعلق به اد و جسیه. کاراگاه‌ها آماده بودن که انگشت اتهامشون رو به سمت اد بلند کنن، اما وقتی که جسدش رو بیشتر بررسی میکنن زیر ناخنای جسی یه سری شواهد دیگه پیدا میکنن که میتونن از اونم تست دی ان ای بگیرن و نتایجی که از اون آزمایش زیر ناخن جسی میاد یکم براشون شوکه کننده و عجیبه چون یه شخص سومی هم به این پرونده اضافه میشه. کارآگاه‌ها سراغ دوستای بیشتری از جسی میرن و میگن که هر اطلاعاتی که از اون شب دارید بیایید به ما بگید. این دوستاش حرفای زیادی میزنن اما یکی از دوستاش حرفای خیلی جالب تری رو میزنه. این دوستش که اندی شرمرهون نام داشت میگه که یه مدتی با جسی دوستی با منفعت داشته، یعنی اینا هم با هم دیگه گی میکردن. چند ماه با هم دیگه آشنا شده بودن و توی نیمه شب بود که داخل آپارتمان جسی بودن که یه نفر میاد در خونه رو میزنه. جسی پا میشه در رو باز میکنه و بعد یه افسر پلیس با لباس فرم و یه چراغ قوه وارد خونه میشه. اندی اینجا میترسه و فوری بلند میشه و دور خودش رو ملحفه میپیچه چون احتمالاً دخ بوده. ولی بعد پلیس به جسی و اندی میگه که به کارتون ادامه بدید. جسی هم به اندی میگه که نگران نباش، من این افسر پلیس رو میشناسم و جای نگرانی نداره. و در آخرم اون افسر پلیس هم به اون جسی و اندی میپیونده و ستایی شروع میکنن به گی کردن. آره. و بعد چند ساعت به اندی میگه که در مورد امشب به کسی چیزی نگو و بعدم اون افسر پلیس از همون راهی که اومده بود از همون راه هم میره. کاراگاه‌ها با شنیدن حرفای اندی به معنی واقعی تو شوک فرو میرن، یعنی احتمال وجود داشت که قاتل جسی یکی از خودشون باشه، یه افسر پلیس. تو ادامه مشخص میشه که جسی با مادرش در مورد یه افسر پلیس که باش رابطه داره حرف زده شده بوده ولی هیچ اسمی رو از اون پلیس پیش مادرش نبرده بود. در واقع خود جسی هم حتی اسم اون افسر پلیس رو نمیدونست. لیندا پلیس رو میگه اون موقع میدیدم که این افسر پلیس خیلی دنبالش و یه سری رفتارهای نامناسب و عجیب داره. پلیس با شنیدن این حرفا هم از لیندا دیگه جدی مطمئن میشن که یکی از نیروهای خودشون با جسی رابطه داشته. اندی شرمنهون رو میارن داخل کلانتری تا اون افسر پلیس رو شناسایی بکنه. اندی وقتی که داشت تو اون سالن کلانتری راه میرفت و تا بره سمت اتاقی که سالنامه افسرهای پلیس رو بهش نشون بدن، تو اون راهروی افسر پلیس از کنارش رد میشه و اندی با دیدن اون افسر پلیس رنگش مثل گچ میشه و سری به سمت اتاق میدوه و بعد کارگاه بهش میگن چی شده چیکار میکنی؟
بهش میگه که همین مری که الان از کنارم رد شد همون افسر پلیس بود که اون شب اومد خونمون. این همون افسری که با جسی رابطه مخفی داشت. این افسر پلیس استیون ریوس نام داشت که 27 سالش بود. حدود 3 سالی میشد که توی کلانتری کلمبیا کار میکنه. شغلش هم گشت زدن توی شهر بود. استیون زن داشت، متأهل بود و حتی جدیداً صاحب فرزندم شده بود. به گفته همکاراش یکی از پلیس محبوب اون کلانتری بود و همه بهش احترام میذاشتن. موافقش هم به توانایی این مرد مطمئن بود و میگفتش که خیلی جا طلب، سخت تلاش و به زودی یه جای خوبی هم میگیره و حتی قوانینم خیلی سرسختانه رعایت میکنه. وقتی که همکارای استیون میفهمن که این با جسی رابطه داشته به قدری شوکه میشن که دیگه اصلا از مغزشون به دور میشه که بخوان حالا اینو به قتل جسی ربطش بدن. یعنی حتی باور این که استیون به زنش هم خیانت کرده برای پلیسا سخت بود، چه برسه به قتلش. حالا این آقای جسی چطور با این افسر پلیس آشنا شده بود؟ حدود 2 ماه قبل جسی به یه مهمونی رفته بود و اونجا یه سر و صدای زیادی میشه. به خاطر همینم همسایه‌ها پلیس رو خبر میکنن. جسی اونجا با نیروهای پلیس بحث میکنه و توسط نیروهای پلیس همونجا دستگیر میشه. این قضیه دستگیریش انقدر بزرگ میشه که به خاطر اینکه تو کارهای پلیس دخالت کرده به دادگاه هم کشیده میشه. خلاصه که اونجا هم افسر پلیسی به نام استیون دیوس وجود داشت و اینجا بود که جسی و استیون با هم دیگه آشنا میشه. وقتی که استیون داشت جسی رو به کلانتری میبرد، شروع میکنه به یه سری از سوالات شخصی از جسی پرسیدن. بعد از اون مهمونی افسر پلیس با این جسی یکم صحبت کرده بود، آشنا شده بودن. حالا میره توی آپارتمان جسی و باش یکم حرف بزن و یه سوالات شخصی تر دیگه هم بپرسه. ولی در حقیقت از همون اول استیون دنبال یه رابطه جنسی با جسی بودش. و تو طول این چند ماه اون افسر پلیس به خوابگاه و آپارتمان جسی می اومد و با همدیگه رابطه داشتن. جسی هیچ اطلاعات شخصی از این افسر پلیس که استیون باشه نداشت و فقط سعی میکرد با نزدیک کردن خودش به استیون بخواد اون دادگاهش رو که بهش اتهام دخالت تو کار پلیس داده بودن رو حذف کنه. جسی اینجا سعی داشت وقتی که دفعه بعد اون افسر پلیس اومد خونش یا آپارتمانش بهش بگه که میدونی که من یه راز کوچولو دارم؟ اگه که این راز رو رئیس بفهمه میدونی چی میشه؟ منظورشم از اون راز کوچولو این بود که استیون میومده باش رابطه جنسی برقرار میکرده. میخواسته با این حرفا دیگه کلک اون افسر رو بکنه و از شرش خلاص بشه. خلاصه که بعد اظهارات اندی استیون ریوس رو توی اتاق بازجویی احضار میکنن با همون لباسای فرمش. اول که اصلا اینکار میکرد و زیر بار اینکه با جسی رابطه داشته نمیرفت. ولی بعد که شواهد و مرجع و اینکه شاهد داشته رو جلوش میذارن مجبور میشه که قبول کنه. با این حال به شدت با تاکید میگفت که من تو قتل جسی هیچ دخلی نداشتم و شبی که این پسر کشته شده اون توی تختش خوابیده بوده. از استیون تست دی ان ای میگیرن و میبینن که اون آثاری که زیر ناخن جسی پیدا شده بود با دی ان ای استیون مچ و مطابقت داره. ولی خب این موضوع دخالت استیون توی قتل جسی رو اثبات نمی‌کرد. درسته که استیون به زنش خیانت کرده بود و با مقتول این پرونده رابطه داشت، ولی خب نمیتونستن بیان بگن که حتما این جسی رو کشته. و برای همینم آزادش میکنن، چون که خیانت کردن که جرم محسوب نمیشه و لواط کردن هم که اونجا جرم محسوب نمیشه، پس آزادش میکنن. هنگام معاینه جسد جسی پزشک قانونی متوجه یک کبودی بین قفسه سینه جسی و بین کتفاش میشه. چنین کبودی هم وقتی رخ میده که مهاجمش وقتی که بهش حمله کرده با یه فنی هست که پلیسا انجامش میدن، یه طور بازو رو اینجا میذارن و تو کله رو میچرخونن و بیهوشش میکنن و این فن هم مختص خود پلیساست. با این روش طرف تو عرض چند ثانیه بیهوش میشه. یکی از مجریای قانون میگه که اون طرف مهاجم با این انگار زیاد آشنا نبوده و با این فنون خوب بلد نبوده انجامش بده، برای همین خوب نتونسته بیهوشش بکنه و اون آقای جسی باش یکم درگیر شده. حالا اینجا فوری سراغ پرونده‌های استیون میرن و متوجه میشن که این داخل آموزشای این تکنیکش که یاد کردن طرف رو اینطور کنه و بیهوشش کنه ایراد داشته و چند بار رد شده و هیچ وقت هم نتونسته این حرکت رو پاس بکنه و تو مبارزه تن به تن قوی نیست. علاوه بر این که سینه جسی کبود شده بود، چند تا تار مو هم روی جسی پیدا میشه که مشخص میشه که این چند تا تار مو متعلق به خود جسی نیست، بلکه این چند تا تار مو متعلق به موهای بازوی استیون ریوس هستش و دوباره تمام شواهد به استیون ریوس برمیگشت. استیون ریوس همچنان بازم هر چیزی که مربوط به قتل جسی میشد رو انکار میکرد و میگفتش که اون شب من پیش آشناهام بودم. آشناشم اینو تایید میکنم، ولی 45 دقیقه تو اون شب بود که هیچکس از
استیون خبر نداشت و نمیدونستن کجا. اینم مثل اینکه تو 45 دقیقه کارشو کرده بوده. استیون ریوس رو این سری متهم به قتل درجه 1 میکنن، ولی بازم انکار میکنه این کاریو کی کرده. کار استیون به دادگاه میکشه و دادستان توی محاکمه اینطور بیان میکنه که اون شب قتل استیون به آپارتمان جسی رفته. به گفته لیندا مادر جسی، خود جسی متوجه شده بود که این افسر پلیس متأهل و حتی بچه داره، برای همین میخواسته بود کلکشو بکنه و از سر خودش بندازش و باش کات بکنه. دادستان اظهار میکنه که این استیون هیچ جوره دست از سر جسی بر نمیداشت و همه جوره دنبالش میکرد و اینکه جسی تهدیدش کرده بود که یه راز کوچولو دارم موجب عصبانیت استیون شده بود. اون مرد هیچ جوره نمیخواست دست از سر رابطهش با جسی برداره و از طرف دیگه هم نمیخواست که آبروی خودش پیش زنش و همکاراش بره. برای همین استیون اون شب به جسی حمله میکنه و جسی از آپارتمانش فرار میکنه، ولی بعد استیون بهش میرسه و اون چاقو رو توی گردنش فرو میکنه و البته قبلش با این حرکت تقریبا بیهوشش کرده بود و بعد از اینکه با اون چاقو به گردنش میزنه فرار میکنه. حالا این جالبه، بعد این حرفای دادستان که اینا رو گفت، وکیل آقای استیون میاد میگه که این جسی یه آدم لکه‌دار بوده و یه آدم گی و لواطگر بوده و نباید شما بیاید یه افسر پلیس رو به خاطرش این کارو کنید. این اصلا چه ربطی به جرم و جنایت داشت که این گفت من نمیدونم. و این دفاعی که وکیلش از استیون کرده بود توسط هیئت منصفه رد میشه. در نهایت تو ماه می 2005 جلسه دادگاه رو دوباره برگزار میکنن و استیون ریوس رو به قتل درجه 1 مجرم میشناسن و به حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه. ولی بعد محکومیتش تو این دادگاه به خاطر اظهارات غیر قابل قبول رد میشه و تو سال 2008 توی دادگاه دیگه محاکمه میشه و این سری بهش حکم قتل درجه 2 رو میدن و باز یه حکم جدید میگیره استیون و در نهایت یه حبس ابد میگیره با امکان آزادی مشروط به علاوه 23 سال زندان. حبس ابد با امکان آزادی مشروط یعنی اینکه آزاده ولی تحت نظارت پلیسه، ولی خب این به علاوه 23 سال زندان داشت، یعنی 23 سال زندانش رو میگذرونه و برای همیشه تحت نظارت پلیس میمونه. جالبه که استیون تا به امروز توی زندان داره به بیگناه بودن خودش پافشاری میکنه و جالبه بدونی که زن سابقش هم به بیگناهی استیون داره پافشاری میکنه و میگه که نه، من شوهرم از این کارا نکرده و قتل نکرده، میدونه بهش خیانت کرده و با اون پسر رفته، ولی خب حتی خانواده زنش هم میان میگن که استیون درست خیانت کرد و اینا، ولی نمیتونه یه قاتل باشه. دادستان پرونده هم بارها و بارها اعلام میکنه که این آقای افسر پلیس بود و یه نشون پلیس داشت که به اون قسم خورده بود تا از مردم محافظت بکنه، نه اینکه بیاد از اون نشون استفاده بکنه و بره با یه پسر لواط بکنه و ازش سوء استفاده بکنه و در آخر هم با اون چاقوی پلیسی که داشته بود اونو تهدید بکنه و بعدم به قتل برسونش. و پایان پرونده. این ویدیو رو لایک کن تا امشب برای اتفاقات خوبی بیفته. نه، اتفاقات خوبی نمیفته، ولی لایکش کن. حتما نظرت رو راجع به این پلیس فاسد برام تو کامنت ها بنویس. ویدیو به پایان رسید. اگه به سبک من علاقه دارید و به پرونده یا یه جنایی علاقه دارید میتونید کانال منو سابسکرایب بکنید.